در همین ارتباط میریم به کنگره آمریکا و همراه میشیم با آرش علایی. آرش، آخرین های رأیگیری رو از تو بشنویم. رأیگیری اول چند دقیقه پیش به پایان رسید رکسانا و آقای مایک جانسون شکست خورد در اولین تلاش خودش برای که بخواهد دوباره چکش ریاست مجلس نمایندگان رو به دست بگیرد. آقای جانسون همونجوری که شما گفتید به 218 رأی نیاز داشت، 216 رأی آورد. من کل پروسه رو نگاه کردم. این خیلی پروسه مهمی است برای جمهوری خواهان. اولین چالش سال نوشون است. یک اکثریت ناچیز دارند. همونجوری که شما گفتید حداقل 218 رأی میخوان، 220 نفر کلا هستن جمهوری خواه. امروز یه غایب هم داشتن، 219 نفر و فقط یه نفر رو میتونستن از دست بدن. 3 تا نماینده رو از دست دادن. هیچ کس دیگه ای خودش رو از طرف جمهوری خواهان نامزد نکرده بود برای ریاست، اما این به این معنی نیست که نمایندگان نمیتونن کس دیگه ای رو معرفی کنن و ما دیدیم 3 تا نماینده جمهوری خواه به نماینده های دیگر رای دادند و بنابراین آقای مایک جانسون به اون حد نصاب اصلیش نرسید. دموکرات ها نمایندهشون وقتی که داشت صحبت میکرد آقای اگویلار به طرف مقابل گفت ببین شما تعدادتون بیشتر هست الان در مجلس نمایندگان، 3-4 تا نماینده بیشتر دارید، ولی تعداد نمایندگانی که از طرف شما حاضرن به شما پشت کنن بیشترن و در نهایت شما به رأی ما احتیاج خواهید داشت. آقای حکیم جفریز رو معرفی کردن و هی پشت سر هم از اون جمهوری خواهانی که ممکن است پشت کنن به حزب دعوت کردن که بیاین به حکیم جفریز رأی بدن. این اتفاق نیفتاد، ولی در این حال هم 3 نفر رأی الان ندادن به آقای جانسون و 7 نفر از جمهوری خواهان هم وقتی اسمشون خونده میشد اون لحظه پاسخ ندادن، رأی ندادن. اینم یک پیامی است برای مایک جانسون. این 7 نفر میخواستن بگن ببین رأی ما مهم هست، تو به رأی ما نیاز داری، ما این رأی الان بهت نمیدیم، یه خورده عرق کنی، یه خورده بترسی که بدونی ما به رأی ما واقعا نیاز داری. و آخر هر هفتاشون به مایک جانسون رأی دادن. الان که من دارم برای شما گزارش میکنم آقای مایک جانسون صحن علنی رو ترک کرد و مجلس رئیس ندارد. الان منشی مجلس است که همه کار است. الان مجلس رئیس ندارد، نماینده های جدید هم قسم نخوردن، بنابراین نماینده هم در واقع وجود ندارد. تا این گروه نتواند به نتیجه برسد در مورد اینکه رئیس مجلس کی خواهد بود، رئیس بعدیش، داستان به همین منوال خواهد ماند. خواهیم دید آیا آقای جانسون برمیگردد و جمهوری خواهان سعی میکنن رأیگیری دومی رو امروز انجام بدهند یا فعلا عقب نشینی میکنن، میرن سعی میکنن با همدیگه پشت درهای بسته لابی کنن، اون 3 نفر رو هم راضی بکنن که رأی بدهن به آقای جانسون یا حداقل 2 تاشون رأی بدهن به آقای جانسون، بعد بازگردن دوباره و رأیگیری انجام بدهند. و نکته دیگر هم رکسانا این هست که امروز 3 ژانویه است. کنگره امروز وقت داره، امروز فردا پس فردا وقت داره رئیس جدیدش انتخاب بکنه. اگر رئیس مجلس نمایندگان انتخاب نشه روز 6 ژانویه روز تاریخی تایید ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ است. اگر تا اون روز جمهوری خواهان نتونن رئیس مجلس انتخاب کنن، نمیتوانن رئیس جمهوری جدید رو تایید کنن، رأی ایالت ها رو نمیتونن تایید کنن و قانون اساسی آمریکا هیچ راه فراری برای این داستان تعریف نکرده است که اگر شما حالا رئیس مجلس نداشتید در طول این 3 روز چه اتفاقی میافتد. بنابراین جمهوری خواهان احتیاج دارن عزم خودشون رو جذب کنن و هرچه زودتر تا قبل 6 ژانویه رئیس مجلس رو انتخاب کنن، وگرنه از همون ابتدا میخورن به هرج و مرج و بلبشو و آشوب تا بتونن حالا به ریاست جمهوری و مراسم تحلیف دونالد ترامپ برسن. ممنون از تو همکارم آرش علایی که از کنگره همراه ما بودی.